کنم حالا. خب الو سلام علیکم. چه شما تو خورد دادم دودری اکا چی خیلی تو؟ دیگه خوش مونازی سلامتیت ناز کرو برات خوب همه ناز؟ خودمش خوش شما چه رحمت مبارز جان و یک تا شرکت بسیار خواستن که چهره بسیار زیبای تو در رکلامشون باشد. محصولاتشون چیپس، گریچکی، قندی و کودکانه کو چوپا چوپس. همین میتونی که کدومش به یعنی اشتراک کنی. مبلغ ما میتونیم 50,000 سومون با تو دهیم. بابای خدا رو شکر خدا رو شکر. یگان نویگری نیست. همین چیز با تو روزی هستیم برویز برای رکلام کردن همین محصولات. چیپس نه چیپس از شرکت نگاه. تشکر مبارز تشکر مبارز. ما در برنامه یعنی نگاه نو در تلویزیون سیمای مستقل یکم هستیم. من یکم به خدا زنگ زدم که مبارز بسیار چهره زیبا دارد. خواستم که مبارز به همین یعنی سنجش کنیم و البته تو سنجشی ما پذیرفتی. ما زیاد از تو خوشحال هستیم، خرسند هستیم. سلامت باش. خدا نگهبانت. خب خب مبارز جان. خب گود میرود. الو السلام علیکم. و علیکم السلام. دلاور جان خلای آشنا. رحمت شما نظمی درستی؟ رحمت حاجی آنه حاجی بابا همشون نظمی. رحمت رئیس نظم شما کمکان نظم همه درستی. رحمت آشنا جان کار بمی؟ کار بمو ها؟ آشنا جان یک تا خدمت که تلفن کرده سیم. چی خدمت با؟ همون خدمت تایازی ها؟ رحمت آشنا جان بابا تا همین یک هفته 10,000 سوم پول دادن علاجش هستمی. بعد یک هفته گردانده میتیم تو با هم پوله. یک هفته ضرور لیکن 10,000 سوم. 15,000 سوم تیا؟ نه یک 10,000 سوم میشد اگر امکانیت شود. چونه؟ کی بگیرم آشنا جان؟ امروز امکانی هست امکانیت؟ ما بوده تیامه رئیس؟ اگر راهگذر شد طرف خانه کدی نقض میشد بیگاه ساعتهای 5 6 من خانه میرفتم. تشکر. میتواند گوید که من در برنامه در صف هستم. حاجی دلاور جان. خوب آشنا جان رحمت برای همین نه نگفتگید. ما بله از بلندگویک به تلفن من در برنامه نگاهی نو که از سیمای مستقل رستوران نزدیک البته پخش می شود. از همون برنامه همین خیلی یک شرط بود که با یگان دوستت زنگ زده یک مبلغ پرسید کنی میتید یا نه. البته من باور این بود که تو نه نمیگویی. آدم شرم دارم. نه شرم ندار. رحمت کلام آشنا جان. رحمت. تشکر. من حالا دو شعر قرائت میکنم. یکی عاشقانه است برای عاشقان مخلصانتان و یکی شعر هجوی است. شما باید ان همین شعرهایی که شما باری هم شاید شنیده اید اما از یاد نمیدونید یا نشنیده اید با طرز آهنگ گویم که با آهنگ زنده همگی 4 مصرعی است قرائت کنه. خب دو بیتی. خب یکم نباشد شعر عاشقی. نباشی گر دل من تنگ گردد، چطوری کنده به آهنگ گردد، با هنگامی با آغوشت کشیدن اله و پیکری مستند گردد. نباشی گر دل ما. بیاید من بهترش که همین پلانشت رو برای شما گذار میکنم. اینه یک آهنگ دارم خودی حاضر. بله این حالا ما مهارت اکتوری و ایمپروویزاسیون یعنی که از همین حالت برآمدن شما رو میسنجیم که شما میتوانید همین 4 مصرع 8 مصرع رو با آهنگ در آورده سرای دو اینکه
نباشه گردیلی من تنگ گردد چطوری کنده به آهنگ گردد بله. به هنگامی در آغوشت کشیدن بسیار شعری عجایب. بله شعر خیلی زیبا. الها پیکری ما سن گردد. بله خب نباشی گردیلی من تنگ گردد چطوری کنده به آهن گردد به هنگامی در آغوشت کشیدن الها پیکری ما سن گردد به هنگامی در آغوشت کشیدن الها پیکری ما سن گردد. احسن و شما تشکر. سلامت خیلی باشه. من فکر میکنم که عالی بود. اما دویم شعری ما گویم که باز شعر است بله یک شعر دیگر اما خیلی کوتاه هست و این شعر گویم که من نمیدونم که شما از عهده‌اش میبرید یا اینکه نه من نمیدونم. خب حالا من برای شما بگذار میکنم این شعر رو. این شعر خیلی گویم که عجیب است اما کوتاه است. شعری هجوی همه که 4 قطار وای داد از بیپولی با چی کارها مشغولی مردم از انتظاری با میگم بچه زوری. وای داد از بیپولی با چی کارها مشغولی مردیم از انتظاری با میگن بچه زوری. بله خب چگونه همین شعر رو با آهنگ در آورده؟ اصلا ممکن است این گونه شعرها رو خیلی حرکت میکنیم مازه. خب وای داد از بیپولی با چی کارها مشغولی وای داد از بیپولی با چی کارها مشغولی مردم از انتظاری مردم از انتظاری با میگن بچه زوری با میگن بچه زوری وای داد از بیپولی با چی کارها مشغولی مردم از انتظاری با میگن بچه زوری. آفرین سلامت باشه. تشکر. سلامت باشه.